وقتی که تلفن زنگ میخورد، بعد از اینکه میگفتی الو، یه صدای کلیکی از پشت تلفن میومد و یک فرد سومی به مکالمه شما اضافه میشد، آقا یا خانم. مثلا میگفت سلام، من آنتوان هستم. حالا اگر شما و اون فردی که پشت تلفن بود حوصله داشتید باش یه حال و احوالی میکردید و بعد مکالمتون رو ادامه میدادید، در غیر این صورت وارد مکالمه با اون فرد پشت تلفن میشدید. و عجیبتر از اون این بود که با اینکه اکثر تلفن ها در اروپای شرقی در دوران کمونیسم شنود میشد، مردم اصلا از این موضوع تعجب نمی‌کردن و حتی ناراحت هم نبودن. و عادی ترین بخش توی زندگی در کشورهای کمونیستی همین بود که هیچ چیز خصوصی نبود، حتی صدا و تلفن هامون. بله، این بخشی از خاطرات خانم دراکولیش در کتاب کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم هست، در روزگارانی که کمونیسم حزب حاکم بر کشورهای اروپای شرقی بود. سلام، من شیرین کیانی هستم. خیلی خوش اومدید به این قسمت جدید از چنل یوتیوب گنجه. در ادامه مبحثمون درباره زندگی در کشورهای کمونیستی، همونطور که قول داده بودم، امروز قرار بود راجع به حریم خصوصی با هم صحبت کنیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه بحثمون، میخوام از همه عزیزانی که در ویدیوهای قبلی لطف کردن، نظرات ارزشمندشون رو با ما در میون گذاشتن و کامنت گذاشتن تشکر کنم. شما دوستان عزیز هم در صورتی که نظری دارید برای ما این زیر کامنت کنید و در ادامه ویدیو همراه ما باشید. خب بریم سراغ ادامه بحثمون. در ادامه بحث تلفن باید بگم که در کشورهای کمونیستی مشکل شنود تلفن تنها مشکل موجود نبود. مشکل دیگه ای که وجود داشت این بود که تلفن هایی که مردم میگرفتن تلفن اختصاصی نبود، خطوط تلفن اشتراکی میگرفتن، به این معنا که برای یه خط تلفن اقدام میکردن، وقتی که تلفن به اونها داده میشد 2 یا 3 نفر دیگه داشتن همزمان از اون خط تلفن استفاده میکردن. طرز استفادهش به چه شکل بود؟ شما تلفن رو برمی‌داشتی، در صورتی که بوق آزاد نمیخورد به این معنا بود که فرد دیگه ای داره از این تلفن استفاده میکنه، بنابراین شما باید منتظر بمونید تا تلفن اون فرد تموم شه. اگر کس دیگه ای از تلفن استفاده نکنه نوبت شما میرسه. خانم دراکولیش توی خاطراتش اشاره میکنه که وقتی که پام رو برای اولین بار به نیویورک گذاشتم، علیرغم همه محدودیت‌ها و کمبودهایی که تو کشور خودمون دیده بودم، کمبود خوراک، پوشاک، مسکن و چیزای دیگه، اولین چیزی که توی نیویورک چشممو گرفت و واقعا برای اولین بار حسرت خوردم، آرزو کردم میتونستم اینو ببرم توی کشور خودمون، همین بحث خطوط تلفنشون بود. برام خیلی عجیب و جالب بود که افراد در نیویورک میتونن خیلی راحت با پرداخت هزینه‌ای به مراتب کمتر از اون چیزی که ما تو کشورمون پرداخت میکردیم یه خط تلفن بگیرن، خط تلفن اختصاصی، بدون اینکه نگران باشن کسی اون رو شنود میکنه. خلاصه بحث حریم خصوصی در کشورهای کمونیستی به همینجا ختم نمیشه. در کشورهای کمونیستی اداره پست و مخابرات یک اداره واحدی بود. خانم دراکولیش دوباره اشاره میکنه در کشورهای اروپای شرقی اوضاع اداره پست بسیار اسفناک بود. چرا؟ چون مردم مجبور بودن که ساعتهای زیادی و در صفهای طویل و فشرده به هم منتظر بمونن. انقدر فاصلمون با افراد جلویی و عقبیمون کم بود، بوی شامپوی ارزونی که فرد روبرویی به موهاش زده با بوی بدنی که توی کل سالن پیچیده ترکیب میشد، هوای نفس فرد پشت سری و جلویی رو ناخودآگاه استشمام میکردی، به صورتت میخورد، بدون اینکه خودمون بخوایم چشممون به قبض‌هایی که توی دست افراد کناری جلویی و عقبیمون بود میافتاد و بدون اینکه واقعا قصدی داشته باشیم ناخودآگاه وارد حریم خصوصی اونها میشدیم. تو ذهنمون قضاوت میکردیم که واو اون چقدر داره مثلا برای فلان موضوع پول زیاد یا کمی پرداخت میکنه. و طبق معمولی موضوع خیلی هم برامون آزاردهنده نبود، چون تو اون سالها اصلا حریم خصوصی به اون شکل معنایی برامون نداشت. و حالا در نظر بگیریم که تو همون سالن‌های کوچیک چند تا باجه کوچیک برای تلفن وجود داشت و حالا فردی که میرفت توی این اتاقک‌ها که بخواد تلفن بزنه به خانواده‌اش، دوست یا هر کسی، عملا نمیتونست حرف خصوصی بزنه، چون انقدر فضا کوچیک بود که وقتی که میخواست توی اون باجه تلفن صحبت کنه تمام افرادی که توی سالن توی اون صف‌های فشرده ایستاده بودن صداش رو میشنیدن. یه بحث عجیب و شوکه کننده دیگه اینه که خانم دراکولیش تو کتابش اشاره میکنه که بارها و بارها برای هر کدوم از ما پیش اومده بود که بسته ها و نامه های پستی که دریافت میکردیم
قبل از اینکه به دست ما برسه باز شده بود و این مشخص بود که قبل از اینکه بسته های ما به ما برسه توسط یک ارگانی چک میشه و ما اصلا از این موضوع متعجب نبودیم که بسته هامون رو قبل از ما کسی دیگه ای دیده و حتی یه جایی هم شاید احساس خوبی داشتیم که چقدر خوب که نیروی امنیتی ما انقدر به فکره که قبل از اینکه چیزی به دست ما برسه بسته هامون رو برامون چک میکنه. قضیه یه حریم خصوصی فقط به اداره پست ختم نمیشد. توی خونه هاشون هم حریم خصوصی وجود نداشت. خب همونطور که قبلا براتون توضیح دادم نظام کمونیستی متعهد بود که برای همه افراد مسکن رایگان تهیه کنه. خب حالا اگر کسی به محض اینکه ازدواج میکرد و یه کار مشخصی داشت میرفت و برای دریافت این مسکن ها ثبت نام میکرد. این آپارتمان هایی بود که دولت در اختیار مردم قرار میداد و قسط های بلند مدت با مبلغ ناچیزی رو تعیین میکرد که مردم رو پرداخت کنن و در نهایت صاحب اون آپارتمان بشن. مدت زمانی که این فرد ثبت نام میکرد و باید منتظر میمون تا یه آپارتمان بهش تعلق بگیره یه چیز حدود 1 تا 5 سال بود. نظام کمونیستی اومده بود یک فکری برای این بازه زمانی کرده بود. یک آپارتمان اشتراکی طراحی کرده بود. آپارتمان‌های کوچیک اشتراکی بودند با متراژ حدود 8 الی 16 متر مربع که داخل اونها آشپزخونه، سرویس بهداشتی، حمام، همه اینها به صورت اشتراکی استفاده می‌شد و در واقع اتاق‌های کوچیکی بودن که به این خانواده‌ها تعلق می‌گرفت. خب عملاً شما وقتی که مجبورید توی آپارتمان‌های با این متراژ 10 الی 16 متر زندگی کنید، سرویس بهداشتی و آشپزخونه رو شیر کنید، عملاً حریم خصوصی ندارید. خیلی ها پناه می‌بردن به خانه‌های پدریشون که توی اونجا مجبور بودن با پدر بزرگ و مادر بزرگ، مادر و پدر و احیانا خواهر یا برادری که اونها هم ازدواج کردن زندگی کنن که این هم باز یک مدل سختی از زندگی بود. وقتی هم که اون آپارتمان ها رو تحویل می گرفتن اوضاع آنچنان تغییری نمی کرد. هنوز مجبور بودن یک سری از فضاها مثل لاندری رو با هم اشتراکی استفاده کنن. تیغه‌ای که بین آپارتمان ها کشیده می شد اونقدر نازک بود که حتی ممکن بود صدای پچ پچ و حرفای خصوصی همسایه بغلیتون رو هم شما بشنوید. بله، خلاصه که زندگی طوری پیش میرفت که آروم آروم صدای هم زدن لیوان چای یا قهوه طبقه بالایی، صدای دعوای همسایه ها و حتی سرفه پیرزن همسایه کناری، همه اینها تبدیل شده بودند به ریتم ثابتی از زندگی. در ادامه خانم دراکولیچ می نویسه وقتی که سالها کسی به تو نمیگه که بخش‌هایی از زندگیت هست که متعلق به خودته، آروم آروم خودت هم دیگه این حق رو برای خودت قائل نیستی. به خاطر همینه که بعد از فروپاشی کمونیسم خیلی از ما حتی بلد نبودیم که میشه یه وقتهایی رو ساکت بود، میشه برای خودمون یه تایمی رو خلوت داشته باشیم و یا حتی میشه به افرادی اعتماد نکنیم. زندگی در کشورهای کمونیستی فقط با کمبود ارزاق و نان و گوشت و اینجور چیزا نبود که سخت بود، بلکه نبود حریم خصوصی و فاصله انسانی کار رو از همه چیز سخت‌تر کرده بود. چون هیچ کس برای خودش نبود، همیشه احساس میکرد داره شنود و کنترل میشه، حالا چه توی صف باشه، چه پای تلفن باشه و چه حتی توی خونه. و شاید برای همینه که هنوزه یه گوشه از ذهن ما هنوز اون صدای کلیک که شنود داره تکرار میشه. دوستان خیلی ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. چند ویدیوی متوالی از زندگی در کشورهای کمونیستی تقدیم حضورتون کردیم. ها داخل پلیلیست مربوطه هست. اگر که علاقه‌مندین حتما زمان بذارید و گوش بدید. اطلاعات ارزنده‌ای رو در اختیارتون گذاشتیم. منابع در کپشن اومده و خیلی خوشحال میشم اگر که نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. خیلی ممنون. تا ویدیوهای بعد میبینم.